24م حدیث از احادیث یا از سنت های فراموش شده، دعا و لبس الثوب الجدید، دعای پوشیدن لباس جدید است. یعنی انسان یک لباس جدید می پوشه دیگه باید کدام دعا را بخونه؟ میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت داشت اذا استجد ثوبا، وقتی که لباس خود جدید میکرد یعنی لباس جدید می پوشید، سماه باسمه، بازو به نامش می گرفت، عمامه، لنگی او قمیصا یا پیراهن او رداء یا قدیفه، ثم یقول، باز می گفت اللهم لك الحمد، پروردگارا بر تو حمد هستن که سوتنیه که ایره بر ما پوشانیدی، اسألک خیره و خیر ما صنع له، پروردگارا من خیر از این سوال میکنم و خیر آنچه که به خاطر ازی ساخته شده است، و اعوذ بک من شره، و ما پناه میبرم از شر اینمی لباس ها، و شر ما صنع له، و شر آن چیزی که ای برش چی شده ساخته شده است. یکی از سنت هایی است که فراموش شده که بسیاری کسا لباس میپوشند و این حدیث ما فکر نمی کنم که بسیار از مسلمان ها یاد داشته باشن یا دعا را خوانده باشه که الله توفیق نصیب بکنه. حدیث صحیح ترمذی هست 1767 و امام البانی گفته حدیث صحیح هست.